به بازار پنجشنبه خوجند بیشتر برای خریدن گوشت ارزان می آیند. یک هفته پیش رئیس تازه انتخاب ولایت دستور داد در بازارها نرخ گوشت را پایین ببرند. سفارش داده رفتم. مال ارزان تر کردم. لیکن مال قیمت آلی. همین نرخ بیام مال 35 سوم بیام مال توری نمیاد. گوشت مهمترین محصولات سبد استعمالی مردم است. دستور پایین آوردن نرخ آن ساکنان شهر خوجند را خوشحال کرد، اما این سفارش به نرخ گوشت تاثیر نگذاشته است. نظر خریداران بر راه دستور و سفارش به تنظیم درآوردن نرخ گوشت در بازار یکسان نیست. برخی این اقدام را درست می‌دانند، برخی به اجرای دائمی آن شبهه می‌کنند. ارزان شدن گمانه. برای چی؟ تاجران هم که به دستور رئیس ولایت نرخ گوشت گاو را از 35 به 33 سامانی پایین آوردند، به در پاییدن این نرخ شبهه دارند. یم قیمت سویگوی مولان یم رو ارزان نمیاد بازار رو بود. نگاه کنید. ولی این معلوم ده نرخ میخواد بسازیم.